سینمای تاجیک 93 ساله شد. این سنه را هنرمندان و دوستداران سینما در کینوتئاتر وطن جشن گرفتند. در چارابینی پیرامون برد و باخت و آینده کینوی تاجیک سخنرانی کرده شد. بچه‌هایی که بودند یاش بودن حضور کلان شدند و ما برای مثلا یاد گرفتن و ما میگیم که استاد شدن تقریبا. ما امروز شاهد بودن که بچه‌های ما در چند فستیوال‌های بین‌المللی جایزه گرفتن. این میگه از اون میگه که یعنی ما کینو تاجیک رشد میکنند و امیدواریم در آینده همین جوانای ما فیلم‌ها زیادتر کنند، بهتر کنند و نام تاجیک روز به روز بالاتر شود. محمد سعید شاهیان دیرکتور تاجیک فیلم در این روز به جوانان فعال و سابقه‌داران ساحه تحفه و افتخارنامه و اردن‌های فخری تقدیم کرد. از همه صنعت‌ها بزرگترین صنعت این کینو میباشد. نه تنها سخن‌های نیک، اینچنین نمایش کینو و تجربه. در این روز نخست نمایش فیلم بدیعی دودرک فرشته ها برگزار شد. آن فیلم محصول کارگردان بالای خط امید میرزا شیرینوف است. کینوی تاجیک چطوری که راهبر کینوستودیوی تاجیک فیلم محمد سعید شاهیان گفتند در نزدیک در سالهای نزدیک یعنی در سال آینده گفتند که یک سینما جشنواره بین المللی گذراندنیان و بعداً فیلم جامی و نوایی که علاقه میموراندومش در ازبکستان که 40 شرکت داشتیم میموراندومش سر امضا بود، یعنی امضا گذاشته شد. ان شاءالله که فکر میکنم کار بالای کار است. شبکه‌های تلویزیونی ببینیم که فیلم‌های خارجی را گرفته یعنی دوبلاژ میکنن به زبان تاجیکی میکنن و پخش میکنن. زمان و یعنی وقتش رسیده است که علاقه ما رو به فیلم‌های ملی بیاریم. علاقه ما یعنی که فیلمنامه‌نویسا و کارگردان‌ها و خود همون شرکت‌های تلویزیون‌ها یعنی که رو به سریال‌های تاجیکی یعنی که سلسله فیلم‌ها بیاریم و ما باید بازار خود را با همین فیلم‌های خود از اون فیلم‌هایی که خارجی هستند عوض کنیم. سینمای تاجیک از فیلم مستند آمدن اولین قطاره که سال 1929 به نوار گرفته شده است شروع می شود. تا امروز سینمای ملی صدها فیلم استحصال کرده است. محمد سعید زاد از یا پلوس